که نان خشک خوردن با پای برهنه یه تنه یه کشور کوچک امروز وقتشه. به نظر من دیگه چون اسرائیل حمله مستقیم کرده به عبارت اعلام جنگ کرده دیگه، به نظر من دیگه باید اقدام علنی آشکار باشه. اینکه مثلا نیابتی بریم یه جای پایگاهشون رو توی یک کشور دیگه بزنیم به نظر من جواب